خودت می‌رسی ما تو برج خلیفه هم واحد مسکونی داریم و دیوید بکام و تام کروز هم اینجا خونه دارن. با یکی از دوستان مهران عباسی که ایجنت حرفه‌ای تو دبی رفتیم که اون بالا این خونه رو ببینیم. قبلش هم یه فکت بگم که پول آپارتمان تو تهران میشه اینجا خونه خرید. اول وارد فضای لابی میشیم که این قسمت فقط مخصوص ساکنین و پرسنل. برای اینکه به واحد مورد نظر برسیم باید 4 5 تا سکیوریتی و گیت رو رد می‌کردیم. بعدم با آسانسور برج خلیفه که میگن سریع‌ترین تو دنیا رفتیم طبقه 105. گوش درد گرفتم چون هر ثانیه 3 طبق رد می‌شد. تنها ایراد خونه داشتن تو برج خلیفه هم این گیتاشه که می‌خوای بری خونه خودت باید 10 بار هماهنگ کنی. خب رسیدیم طبقه 105 بریم که تو این خونه رو ببینیم. من همون اول کار انقدر هیجان زده شدم که خودم رفتم جلو. حاجی عالی بود. بعد این پذیرایی بزرگ ویو 360 درجه داشتیم از معروف‌ترین برج‌های دبی. حتی اکثر وقتام چیز نمی‌بینی چون بالای ابرایی. فکر کنی خونه از همون اول هوشمند بود. از سال 2009 که برج خلیفه ساخته شد. این واحدم از اون موقع خام دست نخورد. حالا قیمت یه خونه تو طبقه 105 برج خلیفه چند؟ آقا مهران که تا الان کلی خونه تو دبی نشونمون داد میگه قیمت از 2-3 میلیون درهم شروع میشه، یه سویت مثلا 50 متری که میشه 40-50 میلیارد خودمون. اما یه سال تو تهران خونه گرونتره یا تو دبی و تو باشی کدوم انتخاب میکنی؟ سرس بداشیش جالب بود. 2 تا روشویی داشت، یه جکوزی، یه توالت فرنگی و یه توالت هم برای کودک. آقا من هنوز شیفته ویو بلندترین برج دنیام. از این بالا ویلای شیخ محمد حاکم دبی مشخص بود که جرئت نکردم زوم کنم، اما برج اسکای ویو رو زوم کردیم و